بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه دیدار ویژه و در ادامه دیدارهای قبلی باز هم در خدمت استاد بزرگوار محمد باقر سجودی هستیم. سلام استاد. سلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و سپاس برای خداست که توفیق داد که در خدمت شما باشم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، همان گونه که در قسمت‌های گذشته متوجه شدید، ما در مورد چگونگی تغییر فکر در مذهب شیعه و اسباب اون و یا چگونگی ترسیخ افکار شیعه در اذهان بسیاری از پیروان اونها و اینکه پایه‌ها و اصول این مذهب در سالهای اخیر و به ویژه در چند سال اخیر با توجه به انتشار بیش از اندازه علم و صنعت و تکنولوژی و همچنین رسانه‌های مدرن روز و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و ماهواره موبایل و انواع شبکه‌های ارتباطی بین انسان‌ها، ارتباط‌های جدید، باعث شده که پایه‌ها و اصول مذهب شیعه متزلزل بشه و بسیاری از حقایقی که برای توده مردم پنهان مانده بود امروز آشکار بشه و استاد بزرگوار در این زمینه توضیحات بسیار زیبا و شفافی رو ارائه دادند. اما بر بگردیم به خودتون استاد بزرگوار، چون از هر چه بگذریم سخن خودتون خوشتره که چگونه یا چه باعث شد که شما از مذهب اهل تشیع دست بکشید و تغییری بسیار حساس و مهم و حیاتی رو در زندگیتون به وجود بیارید. این سوال بهتر بود جناب آقای عباسی اینطوری مطرح میشد که چه باعث شد شما به مذهب اهل سنت اومدید، چون که از مذهب شیعه میلیون ها نفر دست کشیدن، اونایی که ملحد شدن. آره، درسته یا نه؟ یعنی یه چیز ظاهر، یعنی کمی نیست، یعنی به اصطلاح نادری نیست که کسی مذهب شیعه رو ترک کنه. همه حالا هم میلیون ها ایرانی مذهب شیعه رو ترک کردن که اروپا و آمریکا رفتن. حتی بهشون بگی شما مسلمان بودید تو سوئد، من یادمه که اعتراض کردن که چرا اسم ما رو تو مسلمونا می‌نویسی؟ ما که مسلمان نیستیم، ما پدرمون مسلمان بوده. پس شیعه مذهب رو ترک میکنن و دارن خیلی حالا دارن مسیحی هم میشن و اکثریت هم ملحد میشن. اما با خودم حالا سوال رو جواب میدم که چرا مذهب شیعه رو ترک کردم و اهل سنت پیوستم. اول که چرا ترک کردم، اونم یک سوالی است. به همون دلیل که اون میلیون نفر ترک کردن. اونها ببینید وقتی ما اون وقتا که ما جوان بودیم دوره کمونیستا بود. کمونیستا میگفتن ما میگفتن آقا امام شما غیب میدونه. خب مثلا چرا انگور زهرآلوده خورد؟ آره، چرا خورد؟ و ما میگفتیم آقا اینا تو کتابای ما ننوشته، اینو عوام میگه. باز که کتاباشو دیدیم و کتابا بدتر از عوام نوشته. لذا ما همین سوالو مطرح کردیم از علما، جواب نتونستن بدن. و ما یعنی بنده رو عرض میکنم، مذهب شیعه رو ترک کردم. منتها من یک چیزی رو خداوند به من کمک کرد. من قرآن رو که نگاه میکردم این عقاید شیعه توش نبود. همین صفات مثلا بالایی که به اماما میدادن یا صفات حرفای دیگه که میزدن، هر چیزی که شیعه داشت من در قرآن نمیدیدم. لذا قرآن پیش من اعتبار خودش از دست خلاف اونم میدیدید؟ بله، طبعا خلافش میدیدم، اما در خود قرآن به اصطلاح عرضم بزرگتون که اعتبارش پیش من از دست نداد و این یک سرنخ شد. بنده البته قرآنی شدم، باز که با برادران اهل سنت روبرو شدم و یعنی چند سالی طول کشید تا قبول کردم. پس یک علتش همین بوده که آقا امام اگر غیب میدونه پس چرا این انگور خورده؟ فرض کنیم یک سوال ساده. خب از غیب باید استفاده میکرد، دشمن شکست میداد. چنین علم عظیمی پیشش بود، باید اصلا اون هارون الرشید ازش فرار میکرد. باید خلفای عباسی، چون که من الان غیب بدونم کی حریف منه؟ بدونم که پلیس پشت در مثال میدونم راه دیگه میرم، بالاخره هزار راه برای من هست. غیب یک علم عظیمه.
این باعث شد که ما مذهبشون رو ترک کنن و امثال این یکی مثل این نبوده. شرکی که دارند و کاراشون که خلاف فطرته، یعنی مثل این زیاد بوده که باعث شده بنده ترک کنه. یعنی اون تناقضاتی که در مذهب شیعه وجود داره و اون در واقع تناقضاتی که با دین مبین اسلام و با قرآن وجود داشت باعث شد که شما را از این دین و از این مذهب دور بکنه. من طور خلاصه خدمتتون عرض کردم، چون حالا 30 و اندی سال گذشته که من این مذهب ترک کردم، خواستم طور خلاصه بگم که کلیدی که جرقه اساسی از کجا به اصطلاح خورد به زندگی من که خرمن شرک و آتش زد و بنده موحد شدم الحمدلله و مذهب اهل سنت رو قبول کردم الحمدلله. حالا در زمینه علم غیب، بله، خب چرا اینا علم غیب رو نسبت میدن به امامشون؟ خب همین تضادی که یا همین اشکالی که شما ترک کردید، خب بله. امام علم غیب میدونست و انگور زهرآلود رو خورد. بله. خب مگه بهتر نبود نمیگفتن که علم غیب داره تو با این مشکلات مواجه نمیشدن برام؟ حالا بهتر نه، نمیتونن. آقای عباسی اینها اساس مذهبشون به این است که امام علم غیب بدونه. اصلا این مذهب که مذهب شیطان به وجود آورده، این مذهب ائمه نیست، مذهب حضرت علی نیست، مذهب امام رضا نیست. ببینید اینها مجبورن به امام علم غیب نسبت بدن، نه برای اینکه تو دنیا ازش استفاده کنه، برای اینکه مردم برن ازش حاجت بخوان. چرا که شیطان قسم خورده مردم رو به شرک ببره. شما ببینید اگر اینا بگن امام علم غیب نداره، خب با آقا نمیره سر قبرش، میگه این که تو زنده بود انگور خورد، من برم سر قبرش چی ازش بخوام؟ این من چی میشناسی؟ انگوری جلویشو نشناخت. لذا اینها مجبورن که به اصطلاح به ائمه علم غیب نسبت بدن ولو که دچار تضاد بشن، چون که اگر ندن علم غیب دینشون از بین میره دیگه. ما با اینا اختلافی نداریم، چون که علم غیب یک تتبعاتی داره، پشتش باید بری سر قبر از اونها حاجت بخوای. شما میخواید مذهب شیعه از این حاجت خواهی از قبرها دست برداره؟ این ناممکنه. یعنی اینا به هم مرتبطه کاملا، یعنی یک سلسله به هم چسبیده است. غیب نمیتونن از ائمه بگیرن ولو که دچار تضاد. خب چرا قضیه مثلا خوردن انگور رو مطرح کردن؟ خب اونو نمی آوردن. مثلا این روایت ساختگی رو پیچ میکنید. ببینید اونم سوال ساختگیه، یعنی ائمه‌شون زندگی به اینطور نیست که به اصطلاح زهر خورده باشن یا مثلا کشته شده باشن، خودشون به مرگ خودشون مردن، هر انسانی میمیره. منتها اینکه چرا این حالا اینو ول نمیکنن؟ آخر ببینید یک دروغ گفتن نمیدونن چجوری اصلاحش کنن. حالا این ائمه بازم علم غیب داره، حالا انگورم نخوره، بهش میگم آقا علم غیب به چه دردت خورد؟ تو هواپیما داری، چرا معذرت میخوام سوار خر میشی راه میری؟ زبان ساده دارم عرض میکنم، چرا سوار هواپیما نمیشی؟ لذا اینا مجبورن بگن که آقا ائمه ما مظلوم بودن، کشته شدن، یک داستانایی بفهمن که اصلا مردم رو احساسی کنن. ولیکن اگر راستش بخواید واقعا این سوالی که شما مطرح کردید سوال من هست. اگر اینا انسان عاقلی باشن یا اینو ول میکنن یا اینو ول میکنن. بالاخره من سخنگوی اونا نیستم، این سوال شما رو باید اونا پاسخ بدن. من پوزش میدم، خواهش میکنم. به هر حال با توجه به تجربه شما که به هر حال یعنی والا با همه تجربه‌ای که دارم من نمیدونم این سنگی که این دیوانه‌ها به چای انداخته چجوری درش بیارم. واقعا من نمیفهمم که چرا باید علم غیب به کسی نسبت بدی در عین حال از پشتی که بیاد رو شمشیر بزنه اون جا خالی هم نده. آره. علم غیب به یکی نسبت میدی میره صحرای کربلا یک لیوان آب با خودش نمیبره. بابا من که میخوام به سفر برم یک بشکه آب با خودم میبرم که بدونم آب نیست. باز زن بچه رو همراه خودش میبره. زن بچه رو همراه خودش میبره. باز اونجا دشمناش برای چا کندن. این چه علم غیبی است؟ از اون بهتر بود که علم غیب نمیداشت، مثل یک مفسر سیاسی حضرت حسین رضی الله عنه تحلیل سیاسی هم میکرد، بهتر میتونست کار کنه. وای به حالی که آدم علم غیب داشته باشه. لذا واقعا سوالای شما جواب نداره. اینو باید شما یکی از اونها رو بیارید اینجا بشونید که براتون جواب بدن. حتی یعنی قضیه ولایت تکوینی استاد بزرگوار دوباره همین تناقضات رو درش، مثلا قضیه ولایت تکوینی، خب اگه طرف ولایت تکوینی داره خب چرا با این مشکلات مواجه شد؟ چرا این همه مظلوم واقع شد؟ چرا این همه بهش توهین شد؟ به همسرش نعوذ بالله توهین شد، کشتنش شد. از این ولایت تکوینیش استفاده نکرد. دقیقاً این تناقضات در همه عقاید اونها وجود داره. ما می‌دونی اصلا امام ها اینا غیر از بعد از حضرت حسن، حالا امام صادق مثال یک علمی داشت اما بازم کتابی ندارن. امام صادق هم یعنی در سطحی نبودن، آدم با حقو بگه. امام تقی یا امام نقی مثلا از امام دهم یا 11 شون فقط این داستانو دارن که تو کوچه بازی میکرده، مأمون رفته ایشون داشته بازی میکرده نترسیده، برگشته ایشون داشته بازی میکرده نترسیده. خب این امام 8 ساله این هنرش بوده. امام یعنی هنرش بوده که تو کوچه بازی میکرده، دیگه چیزی دیگه ما ازش نخوندیم. لذا اینا مجبورن دیگه از خودشون یک صفاتی بهش نسبت بدن
و در ضمن زود از دنیا ببرنشون. یعنی چیزهایی که یعنی واقعا هر انسانی که فکر کنه، ولی مسئله این است که همین عرب‌ها یک مسئله دارن که حق احتیاج به حلقوم داره. یکی باید باشه این حرفا رو بزنه. ما که الان داریم این حرفا رو میزنیم در خطر هستیم، همین حالا هم که ازشون دوری. وای بار کسی که داخل باشه این حرف زور میزنه علمای شیعه، اما اجازه نمیده شما جوابش هم بدی. اگه جواب دادی وهابی میشی، مستحق مرگ میشی. کوشش هم میکنن که شما رو بکشن. بله. یعنی مفسد فی الارض و نمیدونم محارب و نمیدونم عملا هم کوشش میکنن که بکشنتون. بلکه عوض که جواب بدن. حالا این چیزی که شما مطرح کردید، من میخواستم بگم که حالا شما گفتید در مورد نمیدونم امام 11 گفتید که کوچیک بوده و به هر حال تو کوچه بازی میکرده. امام 10 بوده به نظر. امام 10. خب اینو همین تعبیر شما، همین گفته شما، خیلی‌ها میگن او فلانی توهین کرد، فلانی وهابیه. خودشونو دارم میگم ولی به زبان میگم که مردم متوجه بشن. اون میگه حضرت امام تو کوچه بازی میکرد، من میگم بچه 8 ساله تو کوچه بازی میکرد. همونه دیگه. یک حرفه. متاسفانه یکی از مشکلات شاید این باشه که اینها یک قاعده، یک اصولی هست که علمای اهل سنت میگن که اهل سنت یستدلون ثم یعتقدون. یعنی اهل سنت استدلال میکنن، ادله رو میارن، پس از اون که ادله رو دیدن حالا عقیده خودشون رو بر ادله بنا میکنند، عقیده رو پایه‌ریزی میکنن بر اساس اون دلایلی که در قرآن و سنت هست. اما اهل بدعت میگن اهل البدعه یعتقدون ثم یبحثون عن الدلیل او یستدلون. یعنی ابتدا عقیده خودشون رو میگن، حالا میگردن دنبال دلیل که آقا دلیلش کجا بود، این حدیث رو نمیدونم بساز، این روایت ساختگی رو جعل کن، نمیدونم این آیه قرآن رو تحویل کن، نمیدونم به قول به اصطلاح عرب زبونا میگن که گردن نصوص رو تغییر میدن. ببینید در فرمایشتون کاملا صحیح و متین، ولی یک نکته من در پرانتز عرض کنم که اونها به ما تهمت میزنن که ما با اهل بیت دشمنیم، ولکن در حقیقت یکی از صفات مذهب شیعه دشمنی با اهل بیته. اهل سنت، من اونی چیزی که دیدم، یعنی پیش من اگه بگن که شیعه با سنی چه فرقی داره، میگم سنی دوستدار اهل بیته، شیعه دشمن اهل بیته. چرا؟ آقا من به شما میگم، ببینید حتی شما میگید چرا، در حالی که حتی این چرا گفتن برای من تعجب آوره. شما در یه خونه 20 نفر هستید، من بیام آقا مثلا شما آقای ماجد عباسی بزرگ خانواده هستید، 40 نفر تو اون خانواده است، من میام 2 نفر همینطور بالا میبرم، میگم اینا بهترین مردم بودن، دست پاشون رو میبوسم، به سال برایشون خونه طلایی میسازم، اون 38 نفر دیگه رو فوش میدم. خب معلوم است که من دوستدار اهل بیت شما نیستم. اهل بیت پیغمبر فقط که یک حسن و فاطمه و علی و حسین رضی الله عنهم نبوده. خب 2 تا دخترای که زن حضرت عثمان بودن، زینب دختر بزرگ، شما اهل بیت پیغمبر دختراش دیگه، حتی فرزندان حسین، فقط اینا فرزندان حسین، فرزندان حسن کجا رفتن؟ امامه مثال حضرت امامه دختر نوه پیغمبر بوده که زن حضرت علی هم شده، یعنی دو طرفه باید شیعه ازش احترام کنن، اسمش هم نمیارن. بله. پس اینا دوستدار اهل بیت نیستن، اینا دروغ میگن، ولکن از بس این دروغ بزرگ کردن که حتی شخصی مثل جناب آقای ماجد عباسی هم میگه چرا فکر میکنی که اونا واقعا دشمن اهل بیت هستن. و به ما گفته شده، شما هم ابن تیمیه که بزرگترین، اینا میگن بزرگترین دشمن بله اهل بیته، همین میگه ایشون، من تو کتابش خوندم منهاج السنه، میگه ما اهل بیت رو دوست داریم چون که معتقد هستیم به خاطر دوست داشتن اهل بیت خدا به ما اجر میده و حقم هست. الله به ما به خاطر این اهل بیت، که چون که ما اهل بیت به خاطر پیامبر دوست داریم، به خاطر خودش که دوست نداریم. ما میگیم این از نسل پیامبر دوستشون داریم. بله. و پیامبر برای چی دوست داریم؟ به خاطر اینکه پیغمبر دین اسلامه. پس اجر میگیریم ما. بله. به خاطر نیتمون. حالا شما اسم کتاب منهاج السنه رو بردید. بله. بنده شنیدم که از این کتاب هم استفاده کردید و تاثیر پذیرفتید. اگر در این زمینه هم در ابتدای تغییر، در ابتدای تغییر نه آقای، من شنیده شما درست نیست متاسفانه. یعنی اگه منهاج سنه من نخوندم، من کتابایی که اول از اینو کی تو ایران بود، اینا از برکت بعد از چیزه. من که مقالات خیلی کوتاهی رو در مجله به نام رنگین کمان خوندم که این مجله اول دنیای علم اسمش بود، که آقای برقعی می نوشت، آقای طباطبایی می نوشت، آقای تقوی یا نقوی، حالا اسمش یادم رفته، خصوصا اون می نوشت. اونا بیشتر در دفاع از حضرت ابوبکر و عمر می نوشتن. متوجه هستید؟ من اونا رو می خوندم، در مقابلش اون یک تریبون آزاد بود اوایل انقلاب، قبل از انقلاب. توجه کنید، قبل از انقلاب یک مجله بود به نام رنگین کمان، اسمش هم یادم دکتر میمن‌النژاد رئیسش بود، پان ایرانیست بود، اما 2 صفحه به نام تریبون آزاد گذاشته بود که مذهبی ها و سنی ها، مذهبی شیعه و سنی ها یا قرآنی ها با هم
بحث میکردن. اون بحث ها زندگی منم عوض کرد، چون میدیدم دلایل اونا همیشه قوی تره. و جالبه وقتی که شاه ایران اومد تسلیم شد به اینجا، تا شما متوجه بشید که چقدر برای شیعه مسئله اهل سنت مهمه. انقلاب به این بزرگی تو سال 57 اتفاق افتاده. تو سال 57 شاه اومد یکم عقب نشینی کرد. میدونی چیکار کرد؟ یکی تاریخ شاهنشاهی رو که کرده بود 2535 دوباره کرد 1355. بله. یکی دیگه مجله رنگین کمان رو بست. یعنی این درخواست علمای شیعه فهمیده بود که چی میخوان. چرا رنگین کمان؟ یعنی رنگین کمان یک مجله زن روز نبود که مثال، یا مجله این هفته نبود که مجله سکسی باشه مثلا، یک مجله علمی بود، ولیکن 2 صفحه تریبون آزاد داشت که در اون منکر بود. بعضیا می نوشتن که ما منکر امام زمان هستیم. علمای شیعه این براشون مهم بود. به شاه گفتن که اینم میبندی. شاه تحقیق کرد که شما از من چی میخواین؟ علمای داخل و خمینی قبول نمیکرد اصلا شاه رو، اما علمای داخل گفتن شما این کارا رو بکن. چرا تاریخ عوض کردی؟ حزب رستاخیز مثلا از بین ببر. کنار اون چیزای کوچیک، چیزای بزرگ، تریبون آزاد 2 صفحه‌ای هم بستن تا شما و بینندگان بدونند که علمای شیعه چقدر حساس هستن به مسئله آزادی بیان در مورد اهل سنت. این میدونن دیگه، میدونن که آقا چیز ما تقلبیه. این داستان مثل داستان همون آقایی است که توی ده رفته بود و کلاش بود، کلاهبردار بود. باز یک عالمی اومد و مردم درس میداد. این آقا شما فهمید که دیگه دکونش باز میشه، به این بگو. مردم ده بی سواد بودن. بهشون گفت به عالم بگو بنویسن مار. اون نوشت مار. گفت با این شکل مار کشید. گفت شما مردم بگید دیگه این راست میگه یا من میگم. بله. مردم گفتن تو راست میگی. خب معلوم است که نوشتن مار باید این باشه. سواد نداشتن. حالا مسئله این است که اگه ملت با سواد بشه میفهمه که کی کلاشه. ملت که عقیده اهل سنت بدونه، لذا اون 2 سفرم بستم. شما منو بردید تو تاریخ. آره. پس این یعنی یکی از جرقه هایی بود که برای باعث شد شما به این فکر بیفتید که این راهی که برش هستید راهی است اشتباه. بله کاملا. و شاید این رو گرایش سنی شدن رو هم در شما به وجود آورد. عرض کردم من موحد شدم وقتی که خارج اومدم. الحمدلله دوستان عالمایی رو دیدم که گفتم یه 2-3 سالی طول کشید که من تا بین مسئله شیعه و سنی قرآنی شدم و حدیث رو قبول نکردم. باز اینجوری شد، حالا که شما پرسیدید بگم اولین چیز رو من در کتاب بخاری دیدم که من رو آورد به عقیده اهل سنت. و به این صورت بود که یکی برای من گفت در کتاب بخاری حدیثی هست، چون من که دیگه از غلاف بدم اومده بود. حدیثی هست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که وارد مدینه شدن دیدن مردم درختای نر رو میزنن به درختای ماده. بله. گفت که این کارو نکنید، این فایده نداره. گمان میکنم فایده نداره. باز اون سال خرما کم شد. بله. و مردم گفتن یا رسول الله محصول ما کم شد. گفت شما بهتر میدونید امور دنیای خودتون رو. من اگه از طرف خدا چیزی بگم دروغ نمیگم، اما منم مثل شما یک رأی دارم. اینه که خوندم گفتم من مسلمانی هستم بر اساس کتب شیشگانه اهل سنت. خودم رو به اصطلاح جدید معرفی کردم. گفتم خب پس این ظاهرا یک عیب پیغمبر اینا دارن میگن، بشر بودنش قبول دارن. چون ما همه جای قرآن میخوندیم قل انما انا بشر مثلکم. لذا به صورت یک باره نشد. البته من با علمایی که بودم، علمای خدا حفظ کنه، یکی از ابو صهیب مصری بود که حالا توی بحرینه، ایشون خیلی به من کمک کرد. یعنی اشکالات من رو میپرسیدم دیگه، یک دفعه نمیشه دیگه آدم تا اشکالات خود برطرف کنه، کم کم باید بپرسه. مثال در مورد، حالا چون که پرسیدید بگم، در مورد امیر معاویه من اصلا ذهنم قبول نمیکرد و عرب ها هم معلم عربی که داشتم نمیتونست به من بفهمونه، چون توی محیط دیگه بودن. گفتم نمیشه که با حضرت علی جنگیده. باز من هر چیزی میخوندم، کتاب درسی افغانا رو خوندم. افغانا چون احناف هستن و با مذهب شیعه در طول تاریخ درگیر بودن، اشکالات شیعه رو میدونستن. بله. تو کتاب درسی زمان شاه افغانا، یعنی کتاب درسی قبل از سال 57 زرد 50، یعنی زمان ظاهر شاه، اونا میگن اعلی حضرت ظاهر شاه، گفت که آقا اگر شما امیر معاویه رو به عنوان یک خلیفه راشد بگید، خب نیست، خلیفه راشد نیست، اما اگر به عنوان پادشاه بگید از بهترین پادشاه است، چون که این خدمت ها رو کرده. اما این 6 عیب هم داشته. یکی این که پسر خودش رو گذاشته، بله. یکی این که با خلیفه راشد جنگیده و اونجا تا اینم نوشته بود که حجر ابن عدیر هم کشته. و 3 تا دیگه حالا یادم نیست. خب گفتم پس این به این معنی درسته دیگه، به این معنی که اشتباهش قبول کنیم که این اشتباهات رو کرده، معصوم نبوده و این اشتباهات کرده. لذا این اشکالم اونجا برطرف شد. با تحقیق
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این همون واقعا کسانی که در راه ما تلاش بکنند بله، الله تعالی میفرماید که ما راههای خود را به آنها نشان خواهیم داد. یعنی هر کسی که مثل استاد بزرگوار بخواد که راه حق و حقیقت رو پیدا بکنه، الله متعال بیشتر اون رو یاری و نصرت خواهد کرد. یعنی کلید رسیدن به حق و حقیقت رو به او نشان خواهد داد. واقعا تجربه های استاد ما رو بیشتر امیدوار میکنه به این که دیگر دوستان و بینندگان عزیز ما، همشهری های ما، هموطن های ما، آنهایی که هنوز نتونستن تصمیم خودشون رو بگیرند، واقعا مصمم بشن و بیان تحقیق بکنن، قرآن رو بخونن، سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، کتاب امام بخاری را همان گونه که استاد خوندند و به حق و حقیقت رسیدند بخونند، ورق بزنند و بدون پیش زمینه قبلی، بدون هر گونه تعصب و وابستگی، بدون هر گونه وابستگی به هوا و هوس شخصی و درونی خودشون بیان تصمیم بگیرند و آنچه را که حق دانستند بپذیرند. استاد بزرگوار، وقتی که شما خودتون تصمیم گرفتید که این دین رو ترک کنید و پس از اون به هر حال پس از گذشتن اون مراحل، پس سر گذاشتن اون مراحل، اهل سنت رو یا مذهب اهل سنت رو انتخاب کردید، چطور تونستید که نزدیکان خودتون رو از اون اشتباهاتی که در اون واقع بودند نجات بدید؟ آیا واقعا تونستید؟ نه خیر، نتونستم و خودم تونستم از دست اونها نجات بدم و بیام خارج و به اصطلاح، چون که من گفتم تو ایران اصلا علنی نکردم عقیده خودم رو. من از راه حج اومدم به عربستان، در ایران هم من نگفته بودم که من میمونم. اینجا براشون نامه نوشتم برای فامیلای خودم، ولی نامه اونقدر تاثیر نداره، شما باید توی با اونا باشی تا بتونی بهشون بگی. لذا به خارج که اومدم، باز به عربستان اومدم. در اینجا ایرانی از رابطه عالم اسلامی بد میگفتن که این وهابی است. بله. ما گفتیم اینو از همینا کمک میگیریم، نقشه مکه رو خریدیم و رفتیم اینا رو پیدا کردیم. خدا خیرشون بده، موقع رابطه ایران و عربستان خوب نبود، ولکن واقعا به من اطمینان کردن و من گفتم آقا منو بفرستید افغانستان، ایران دیگه نفرستید یا چیز چون اون وقت جهاد افغانستان یک جهاد مشروع در تمام دنیا بود، جهاد علیه روس بود. گفتم ما رو بفرستید، چرا که هم زبانای ما هستن و بریم در پیشاور پاکستان، چرا که اونجا مهاجرین افغان هستن. اروپا رو دوست نداشتم که برم. البته ازشون خواستم که اگه اینجا پناهندگی میدید اینجا میمونم، ولی که اینجا پناهندگی ندادن و تونستن راه من رو باز کردن. الحمدلله من رفتم به پیش اونجا. در اونجا علما رو دیدم دیگه. بعد از این درست سال چند بود که شما این سال 62 من هجرت کردم، 5 شهریور 62، یعنی تقریبا 30 سال شده دیگه هجرت کردم. ولی وقتی اونجا رسیدم توسط سنی‌ها به این راحتی پذیرفته نشدم. این یک درد بزرگ من بود که من وقتی که چون که شیعه تقیه داره، متوجه هستید، اطمینان نمی‌کردم. این یک مشکلی بود. اما ما گفتیم آقا شما که با ما نیستید، ما که با شما هستیم. اما علما باز کاری نداشتن، خصوصا علمایی که غیر افغان و غیر پاکستانی بودن، عرب ها بودن، اونها مثل که در سعودی به من سوء ظن نداشتن، اونها هم سوء ظن نداشتن. اما بیشتر سوء ظن ها رو ما از طرف هموطنان خودمون و از طرف همزبان های خودمون که افغان ها باشن داشتیم. حتی زندانی هم شدیم، تو زندان برای ما ثابت شد. حتی رفتن در خونه ما پرسیدن، تا این حد سبحان الله بردن رفتن تو ایران پرسیدن، اینقدر تحقیق کردن. آخه برایشون ثابت شد که ما نه کمونیست هستیم، بلکه عقیده خودمون عوض کردیم. الحمدلله ما رو آزاد کردن. اما این سوء ظن بود. ببینید پذیرفتن اینطور بود که من عرض می‌کنم حتی هموطنای ما که اهل سنت بودن، چون که گفتم من اینا رو باز ملامت هم نمی‌کنم. خب استاد بزرگوار اگر اجازه بدید، وقت برنامه این قسمت از برنامه ما در واقع تموم شده و انشالله در قسمت‌های دیگر و یا باذن الله قسمت بعدی انشالله همین مبحث رو با استاد ادامه خواهیم داد. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، از این که تا این لحظه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم و همچنین از استاد بزرگوار کمال تشکر رو دارم و همه شما عزیزان رو به اتفاق استاد به الله بزرگ و متعال میسپاریم و در قسمت بعدی انشالله با شما عزیزان همراه خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.